لبکی بخش سبزه او لبکی بخش سبزه این لبکی بخش سبزه او لبکی بخش سبزه شمالکی بالا خیزه زلفک سیاش میلرزه شمالکی دریا خیزه زلفک سیاش میلرزه نمیخوره میاشه آشی بریده باشه نمیخوره میاشه هی آشی بریده باشه دخترکای قرطا سرمه کشیده باشه دخترکای قرطاقه سرمه کشیده باشه این لبکی بخش سبزه اون لبکی بخش سبزه این لبکی بخش سبزه اون لبکی بخش سبزه شمالکی بالا خیزه زلفک سیاش میلرزه شمالکی دریا خیزه ده زلفک سیاش میلرزه زوقی رو بابا مامد مشک دوتارم آمد زوقی رو بابا آمد مشک دوتارم آمد از خانه شما و توی نگار برستر آمد از خانه شما و توی نگار برستر آمد این لبکی بخش سبزه اون لبکی بخش سبزه این لبکی بخش سبزه اون لبکی بخش سبزه شمالکی بالا خیزه زلفک سیاش میلرزه شمالکی دریا خیزه زلفک سیاش میلرزه شمالکی دریا خیزه زلفک سیاش میلرزه شمالکی بالا خیزه زلفک سیاش میلرزه یکی از زیباترین و شیرینترین ژانرهای ادبی این ژانر شفاهی است که از ذوق مردم سرچشمه میگیرد و منبع الهام اکثر شاعران و ادیبان و هنرمندان است. درود دوستان عزیز، برنامه گنجور است و ما در حلقه هنرمندان معروف ناحیه شهر نو قرار داریم. انسمبل نسیم قرطاق که در نزد بخش فرهنگی ناحیه شهر نو فعالیت میکند و این برنامه را یک نفر هنرمند محبوب شناخته و هنرمندی که داننده خوبی ژانر فولکلوری است عبیدالله کرامت و هنرمندانی که امروز ما را همراهی میکنند مطربان چیردستی انسمبل مذکور. من به شما درود میگویم، سپاس که دعوت ما را قبول کردید و امروز یک حلقه زیبا برای ما رستید. خب شما فعالیت کاری خود را، فعالیت ایجادی خود را از همین سرودهای فولکلوری آغاز کردید و همین سرودهای فولکلوری شما را خیلی در میان مردم محبوب کرد. شما نه تنها مثلا فولکلوری منطقه حصار بلکه از فولکلوری منطقه های دیگری آگاهی پیدا کردید. خب همین انگیزه از کجا بود؟ چرا خواستید که بیشتر به این ژانر رو بیاورید؟ من سرودهای خلقی در دل هر یک نفر فردی تاجیک یعنی که جای میگیرد. بله، شیرین است. شیرین است برای که این هم نظم شفاهی است و هم نثر شفاهی است. بله بله. و بهترین سروده که اول انسان این گوش میکند این سرودی یعنی که خلقی این هم سرود گیم الله مادر است. بله. که این الله مادر چنان تسکین بخش است که کودک خوابش میبرد. از شیرین سراییدن مادر کودک خوابش میبرد. سرودهای فولکلوری ژانرهای گوناگون دارند. این سرودهای مراسمی، سرودهای مهنتی، یعنی که با سرودهای مراسمی این در توی و معرکه ها میسرایند. این وقتی که ما خرد بودیم، وقتی که هنرمندان می آمدن یعنی که همون سالها در ده در معرکه ها سرود میخواندن، همراهشون یعنی که مطربان بودن، دایره دست ها،
دوتار نوازان، رباب نواز، غیژک نواز، نای نواز ها، شیرین کاران نیز حضور داشتن. البته یعنی که با شیرین کاری خود، با سخن ها، با لطیفه ها و تیزگویک ها و خب اسکیه های خود خاطر مردم را شاد میگردوندن. سرود های مهنتی باشد، این در هنگامی یعنی که در وقت مهنت سراییده می شدن. من مثال زنها در وقت پخته می زدن، همون وقت با چوبای مخصوص پخته می زدند و سرود می خواندن، همون ضربی زدنشون بر سبب چوباقتی. غیر از این در وقت گلدوزی کردن می خواندن ای من دختر گلدوزم رومال به یار می دوزم. یا که در وقت دوختن یگان چادرها بسیاری می نشستن. هم وقت چادرها رو زنهای بسیار می دوختن. چادرها کلام بودن، یک نفر اوای طرف چادر، دویم از این طرف چادر یک خانی می کردن، یک جا دور می نشستند و می دوختن. غیر از این سرودخانی باز یعنی که شعرخوانی هم میکردن، شعر میگفتن، باید برگ میگفتن. در وقت خیرمنکوبی، در وقت حشر، در وقت گندم درو، یعنی که در وقت درو، در وقت چوپانی، شب درو در چوپانی، یعنی این سرودهای مهنتی صدا میدادن. در نثر شفاهی باشد ضرب المثل ها، افسانه ها، لطیفه ها، تیزگویک ها، خب موقع خاص دارن. شما همین مراسم ها رو در یاد دارید؟ بچگی شما؟ ما خرد بودیم، البته در خاطر داریم. در دهات خیلی تفاوت داشت از بزم های امروزه، چگونه صمیمی بودن؟ اکنون هر یک زمان یعنی که وی خودش داره، ترقیات خودش داره. وی سالها دیگر بود، یک خان ها بودن. او وقتا حافظ بود که یک غیژکی میگفتن، با غیژک میسر، یک تنبوری میگفت با تنبوری میسرایدن. یعنی که انسامبل ها پیدا شدن. سرودهای خلقی در همان زمان ها چی میگویند؟ وقتی که میسرایدن از دهان به دهان میگذشت تا ما آمده رسیدن. از همون وقتی که شهمرد میبردن، بیا دادر کجا رویم وای، شم مبارک باده، به وقت شده خانه رویم وای، شم مبارک باده. وقتی بردن شه بود، وقتی عروس برآوردن، گل برادای خونه، سنبل برادای خونه، یا که گل برای خونه، در دست شه دستمونه. این سرودهای میخواندن هر چون وی خودش داشت. در منطقه حصار، در وادی حصار بیشتر این سرودهایی که این سرودهای میخواندن. در ولایت ختلان تخت میزدن، تخت شاهی. ای بیا برادر بالای تختی زره، نه تخت میزدن، یعنی کرپه ها چادر قطعی و تخت میزدن، شه پیش تخت برآورده، یعنی که سرود میخواندن یا که عروس. انگیزه به سرودهای فولکلوری رو آوردن شما از کجا بود؟ این از وقتی که همین شوق و ذوق من، وقتی که در همین کلوب تاریخی کشورشناسی در مکتب میانه شرکت داشتنم، به همه جا سفر میکردیم. بعد از همون جا همون میدیدیم که در هر گوشه و کناری وطنی عزیزمون، یعنی که هر گونه اسلوب و یعنی چی میگن، رویه های یعنی که ژانرهای سراییدن هست. مثال ژانر فلک، خب ژانر خواندن نقش، ژانر شش مقام، ژانر یک فریاد، یعنی که فلکی دشتی میگویند. این فلکی دشتی در ما هم هستی، پیش یازی خانی میگفتن.
یازیخوانی یعنی چی؟ البته یازیخوانی با آهنگ در آوردن، یعنی که به اسباب موسیقی و با همین ظرفا نیز میخوندن؟ با تقسیمچه میخوندن، با ظرف خوندن با همین گونه هم تقسیمچه البته. خب چرا این گونه استفاده می‌بردن؟ اون صدا رو صدا البته صدا رو بلند کرده به یک سو میدادی و یک خیلی من دستشون بخی گوش کرده. وقتی که چی معنی داره؟ صدا من شما دستتون بخی گوش گیرید آواز بره، آوازتون بلند میتونه به گوشتون. بله البته. عجیب. نه تقسیم چقتی میخوندن، تقسیم چقتی. من سرودهای خلقی پهلوهای گوناگون دارن. هم در غم هم میخوندن، در شادی هم میخوندن. مرثیه ها بودن. مرثیه ها بودن، مثنوی ها بودن، شاهنامه خوانی ها بودن، قصه خوانی ها دارد. خلاص همین ادبیات شفاهی ما یک گنجوری خیلی بوی است و اگر اون رو باز کنی اونقدر گنجینه بی‌بها در آن نهفته است، اونقدر مثلا فلسفه و رازهای زیاد در آن نهفته است که وقتی اونها رو مثلا مطالعه میکنی، میخونی یا که میشنوی از زبان مردم، تمام زندگی انسانیت، تمام پستی و بلندی انسانیت در آن نهفته است. بله، فولکلوری بچگانه وجود دارد، سرودهای کودکانه با سرودهای خودش. زوچه بازی میکردن. مثلا کودک‌ها نگاه کنید، سالهای پیش از توگمه زوچه میساختن، که میباختن. شعرهای عجیب. شعر کودک‌ها بین یکدیگر شعرهای کودکانه میخواندن. عجیب. خب چیز دیگری برای ما اجرا میکنید؟ یک سرود خلقی با دایره میسرایم. این سرود پیش هم سرایدگی بودیم. این سرود چه نام داره؟ این گردده کاش. گردده کاش. بسرید و اطرافش بعدا صحبت خواهیم کرد. ای بازار بروم خرید کنم صابون مشک، ای ره رفتنی دخترای حصار من کشت، ای زردالوی زردیاب دتر کرده من، ای از قلعه حصار دختری خوش کرده من، یه دختره یه لبانی قندت بمرمه، یه کج بستنی روی مالی فرنگت بمرم، ادا منه سرگرده کاش گیریدی، سرگرده کاش سرگرده کاش گیریدی، سرگرده کاش از کاشی سیاهی سر به سرگرده کاش، از کاشی سیاهی سر به سرگرده کاش. دختره از چشم آب آوردیه، یه دختره از چشم آب آوردیه، یه دردت زنده حصار بداد آوردیه، یه دردت زنده حصار بداد آوردیه، خد گردد کاش خد به خد گردد کاش، خد گردد کاش خد به خد گردد کاش، از تازه گلی سری سبر گردد کاش، از تازه گلی سری سبر گردد کاش. جانانه بیا در دستا دستانه بیا، جانانه بیا در دستا دستانه بیا، من زغر کشم سری جواز خانه بیا، من زغر کشم سری جواز خانه بیا، سرگرده کاش گردی سرگرده کاش، سرگرده کاش گردی سرگرده کاش، از قاشق سیاهی سر به سر گردد کاش، از قاشق سیاهی سر به سر گردد کاش، از تازه گلی سری سبد گردد کاش،
از تازه گلی سری سبد گردد کاش. خب میشه اطراف این سرود حرف زنیم. این از روایات های خلقی عبارت است. این راستی گپ این سرود من از بابایم یاد گرفتم. بابایتان چی نام داشتن؟ بابایم اکو بخاری بابا میگفتن، نامشان یادگار بود. انا همون میگفتن که همون کودک در سر زانوش نونده ای گردد باباش، ای گردد باباش، گردی سر گردد باباش، خیلی قد گردد باباش، همین خیلی نوازیش میکردیم کودک. مهربانی بود. همین مهربانی کودک گرفتم و من همون وقت همین با آهنگ در آوردن، همین که سر گردد کاش، گردی سر گردد کاش. کلان سالانی که اون وقت بودند و اون گونه قصه و افسانه ها میگفتن، همین گونه فولکلور را فرا گرفته بودند. از حیدر سعدی استادی عزیز که چنان سرنای نوازی میکردن و آموختیم. از اشورکه از دهات قرطاق آموختیم از استاد. یعنی طرز دایره نوازی و یا حرکت های عجیب داشتن، حرکت و رقصایی که و یا میکنن، با دایره رقص میکردن. و اکای اشورالی بسیار رقصای خوب مردانه، همین رقص لینگک میگوین، با پا میپریدن یک بله بله، همین یک لینگ پریده همون ضربی دایره قطعی میزیبید همون وقت رقص مردانه. حاضرم در انسامبل نسیم قرطاق، من همین سمت قرایف هستم، بسیار خوشروی میرقصن، رقص مردانه اجرا میکنن. ستارکه هم انا واحد فهم بسیار رقصی هم قدیمه، همین تماشا میکنن میگه که هم قدیم دوری لذت میبره. لذت، بله، رقص های مردانه قدیم. واقعا انا این گونه رقص ها در انسامبل بابا جان حصار هم وجود دارد. آنها هم رقص های مردانه خوشروی دارن. خب با آنها نیز همکاری دارم. در انسامبل نسیم قرطاق ما راستی گپ این ژانرهای گوناگون اجرا میشه. بله. بسیار چیزای شوخ، رقصای شوخ. غیر از این بانوها هستن در انسامبل نسیم قرطاق با سرداری خب سلامت بانو. آنها هم دایره میزنن، هم رقص میکنن، رقصی قلف، رقصی گردن، رقصی کتف، رقصی زانو. یک عجایبات حرکت ها دارن. و قبلا همین گونه بود که بزم های مردانه علایده میشد و بزم های زنانه علایده میشد. حالا هم هست، یعنی زنها دور میکردن، بزم آراستن، اونجا صورت های مخصوص اجرا میکردن. مردها نیست همین گونه. بزم هایی که مردان تجلیل میکردن و که برپا میکردن یک کمی خصوصیت پهلوانی هم داشت در اونجا. در وقت گشتیگیری بله، پهلوانو چیکار رقص کرده و عقاب میگه، همین پریده رقص کرده گشتین میگرفتن. مثال در نوروز، خب زنها نیز در نوروز در وقت پختن سمنک دایره قطعی سرود خوانده، این طرف رقص کرده. غیر از این یک سایل میگفتن این سالهای پیش در دهه خوجی بالا، سایل بود. هر روزی چهارشنبه در وقت گل ینتاق سایل برپا میشد. این از قدیم آمدگی. چی کار میکردن؟ سایل همان وقتا از زمانهای پیش این در خوچلدیاری بالا هم بود. حالا نمیدونم هست نیست. در خوجی هم بعضی وقتا حاضر هم میشود، در وقت گل ینتاق، گل خار میگن. در اونجا انا استاها، زرگرها محصولات ساخته خود را میبرآوردند. سالهای پیش حلواپزا حلوا میبردن، یعنی که رنگی حاضره گیم یارمارکه میشد. عجیب. سایل نامش سایل بود. موکوبافون ها وای میبردن، یعنی هنرمندان محصول هنری خود رو میفروختن. آخه در همونجا میفروختن، لیکن در بردو در یک بازار تشکیل میکردن. در گردی حوض باشد رقص و بازی میشد. عجیب. در یک بالا چند سرفه وجود دارد. در یک سرفه زنها، در یک سرفه که از بالا هست در اونجا مردها، یعنی که همین خیل سایل ها بود. خب خود شما چگونه همین سرودهای فولکلوری را جمع میکردید؟ هر جا میشونیدید، مینوشتید، ثبت میکردید؟ کجایی که میرفتیم یک موی سفید میدیدیم، یک اون هنرمندی که میخوان، البته ما همون میکروفون وای کرده بلندگویی که ثبت کرده میگرفتیم، غیر تکمیل میدادیم. از بایگانی اینستیتوت زبان و ادبیات استاد ابوعبدالله رودکی در شهر دوشنبه
هم در اونجا محفوظ است تمامی نمودش. عالمان کتاب ها نوشتگی هستند. فولکلوری بدخشان است، فولکلوری زرافشان است، بالا آبی زرافشان است، پایان آبی زرافشان است، فولکلوری شهر سبز است، فولکلوری کولاب است. خب تشکر زیاد. میشه چیز دیگر اجرا کنید؟ اکنون درباره فولکلور سخن گویم، سخن بسیار است، لیکن از یک سرود با ضرب اوفر برای مخلصان اجرا میکنیم. بهتره. گله یا هی گله زلفکی یار سنبله، 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 گله یا هی گله زلفکی یار سنبله. جانونه های نغزی منا گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای بادامکی ده مغزی منا گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای بادام کی ده مغز دوره یا گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای تجوره های نغزی منا گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای گله یا های گله زلفکی یار سنبله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله. اومد گردم مای گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای قدک قامت آب گردم مای گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای تو جوره های ما باشی گله یا های گله، ای نازکات میگردم وای گله یا های گله، گله یا های گله زلفکی یار سنبله، ای گله یا های گله زلفکی یار سنبله، 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 گله یا های گله زلفکی یار سنبله. تشکر زیاد. خسته نباشید. چون شما رپرتوار شما رو اگر نگاه کنیم، فوندی شما رو اگر نگاه کنیم، خیلی فرا گرفته. مثلا نه تنها فولکلوری منطقه ایسار، بلکه می شود اطراف فولکلوری منطقه های دیگر نیست صحبت زیاد اطراف با شما کرده باشه. ولی همینجا با برنامه امروزه نقطه میگذاریم چون فرصت کمتر است و امید است که زمان دیگر باز همین یک دوره میآوریم و اطراف مثلا سرودهای منطقه های دیگر صحبت میکنیم، فولکلور منطقه های دیگر صحبت میکنیم. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه گنجو رسیدیم. یادآور میشیم که این برنامه رو از ناحیه شهر نو ما تهیه کردیم. هنرمندان انسمبل نسیم قرطاق ناحیه شهر نو در برنامه ما شرکت ورزیدند. استاد بدیلای کرامت و همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. به شما روزگاری خوش تمنا داریم. بگذار که سرود و موسیقی همیشه در خاندان شما ترین انداز باشد. خیر.